حاضرین گرامی، من علی قلوب نوروزه زاده ناحیه اشکاشمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، خدمت کرده بخش بکالور دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان با دیپلم درجه اعلی، عین زمان ماجستر کورس یکی همین دانشگاه، اینچنین همچون یاوری برنامه ها در نمایندگی بانک عمومی جهانی در جمهوری تاجیکستان کار میکنم. انا که همینجا از زمان چند معاش میگیری؟ $400. $400 2400 سومانی قریب برای باری وزیر. بله کوشش کردم جناب عالی. علاوه بر این در دانشگاه مذکور به دانشجویان کورس دوم که در گروه مخصوص زبان انگلیسی تحصیل میکنند از فن مکر اقتصاد درس میگویم. جناب عالی، من چون یعنی گفتم زاده ناحیه اشکاشم هستم و خیلی هم فخر میکنم از آن که طول 6 سال است که من یعنی با افتخار ساکن پایتخت هستم و در اینجا دور از پدر و مادر زندگی کرده ایستادم و خیلی هم خوشبخت هستم که در برنامه ها، در پیام ها، در پیشنهاد و واخوری های شما، بیشتری واخوری های شما من اشتراک میکنم. بار اول است که من سخن میگویم و این به تیاری هستد و این چنین از نام کلی دانشجویان بخصوص از نام جوان دختران منتداری گرم و به پایان خود را برای شما میرسانم، برای دستگیری های به پایان، برای برآمدهایی که شما هر یک سخن شما در دل ما با مهر می درآید، بخصوص در آن برآمدی که شما در روز بانوان و مادران برای ما کرده بودید و گفته بودید که هر یک زن، یعنی از این من خلاصه میتوانم گفتن که زنان را گرزیدانیش زیوری هست، امیدی روزگاری بهتری است. تشکر زیاد برای همه دستگیریتان و یک چیز دیگر قید کردنی بودم، اگر با اجازت شما پیشنهاد داشتم، اگر امکانیت می بود دستگیری برای باز هم بلند برداشتن زینه ماجستر، اسپیرانتورا و دکترانتورا، یعنی تجربه آموزی برون مرزی برای ماجستران، اسپیرانتورا و دکترانتورا پیشنهاد میکردین. تشکر زیاد. اگر خطایی باشه عذر. خارجه رفتنی؟ یگان کشور دیگر سفر نکرده ای؟ باید خیلی کنم که وقتی که من کورس دوم میخوندم در المپیادهای زبان انگلیسی اشتراک میکردم و جایهای نمایان هم گرفتگیم. در کورس دوم من سزاوار جای اول در المپیادهای جمهوری در بین دانشجویان کل مکاتب عالی گشتم و با دستگیری دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان که من در آنجا میخوندم برای سفر به زلند نو برای آموزش زبان انگلیسی در طول 1 ماه سفربر کرده شده بودم. حاضر چه زبان رو میدونی؟ تاجیکی، روسی و با انگلیسی یعنی آزادانه صحبت میکنم و جای کارم هم با زبان انگلیسی هست. بانک جهانی میدونم که هر کس رو با کار نمیگیرند. این بسیار خوب است، معافیتت میرسد جان. کار کن با انشالله چندی ملاقاتی منده بوده سی با میشوی انشالله. خامه جناب علی ها نصیب باشد خدا خواهد. توی من ماجستر کورس یکم حالا درباره شوهر کردن فکر نکردم. فکر زندگی هم دیدن در کار وقتی خواندن مایلش خواهی که آینده اکن من حاضر معاش یک علاقه خودت جهان بینی واسه یک قسم معاش زندگی را میبری. فکر کن مثلا اویلا داری هم بین اگر انا همیشه توی کردی خبر کن. حتما من دستگیری میکنم، من کمک میکنم، تویت میگذارونیم. فهمو هست یکون کس تلفن میکردگی؟ متاسفانه جناب عالی، متاسفانه نیست.
انا ایشالا انا همین برآمد شما را ما تلویزیون دا میتیم از پگاه دیگر زنگ تلفن تمام. جناب علی اگر اجازت باشد من میخواستم از این منبر در روبروی شما ایستاده عموما با اون چیزی که من امروز رسیدم الان و این کرسی یکم ماجستری است یا عموما چی شخصی که من امروز هستم من میخواهم از این منبر برای پدر و مادرم منتداری را بیان کنم و تنها گفتنی هم که این پدرم بود مادرم بود که من امروز به اینجا رسیدم. پدرم کسبشان از روی کسب این ویا دختر می باشند مولان قلوب قناعت اینی حال در نایه ایشکاشیم در زادگاهی که من گفتم در زادگاه هم به خلق خدمت میکنند. مادرم همین چنین در کار دولت هستند و از اینجا گفتنی هم که هر یک چیزی که من هستم هر یک سخنی والایی که شما جناب علی امروز با این یک چهره خوش با یک خنده برای من گفتید اینا همه برای پدر و مادرم هستند. تشکر زیاد. یک جهان تشکر با پدر و مادر که چنین دختری با عفت و سایه معرفت را تربیت کرده است. تشکر. برای شما از همه چیز ضرور صحتی و سلامتی خواهانم. این چنین برای همه پدر و مادران بگذار دائما تاجیکستان صاف و بی‌غبار آسمان و این چنین آفتاب پرجلو داشته باشد و صحت و سلامت باشد. تشکر زیاد. سلامت باشید. نوشته گیرید کی وقتی که توی کرد نه من شکر نمیکنم من ده خبر کنین من کمک میکنم دستگیری میکنم خب رحمت باشم.